اما او آدم برای وظیفه‌اش دیدن نمیخه گپ زد است نه اخی نه امروز دینا 4 ساعت وقت شدن که در 4 ساعت دیگه 4 ساعت اخرون وقت بگرنه بعد نگوین که موخه ای بای بختونه نه ای بای چی خونه که مرزا ای بش ای بی احمدی مسئوله عبدالرحمن صدایم برسه برات صدایم برسه وقتی اسلام صدیقی دوباره زنده و سلامت به روسیه برگشت فاتحه تو در اروپا خوانده شده زندگی کردن در اروپا بالای حرام میسازه ایره صدای من بشنو اگر این کار را نکردم من دیگه نام خودم تغییر میتم دیگه حرفم نمیزنم دیگه کاری هم نمیکنم دیگه در تاجیک هم خدا نمیگم دیگه هیچ چیز نمیکنم این حرفم به گوشت برسه من میفهم بسیار سربازا و نوکرا و کسافت هایی هسته که حرفای من بشنون و برات قصه میکنم اگر دوباره برگشتم زنده به روسیه زندگیت در اروپا در هر جایی که باشی حرام میسازم که تو بالای احمد شاه مسعود پدر معنوی ملت تاجیک توهین کردی تو با آدرس فرزند احمد شاه مسعود ویدیو نشر کردی و توهین کردی و اونا را کافر گفتی بالای از اونا فتوا دادی و نمیدونم شیطان گفتی و نوکر غربیا گفتی نوکر آمریکایا گفتی و نوکر نمیفهم کی و کی گفتی تو با یک ملت توهین کردی تو تنها با یک آدرس توهین نکردی تو یک ملت توهین کردی تاجیکای خراسان اگر مشکل تاجیکای خراسانی است در اتریش و هزاران تاجیکای خراسان است در اونجا و صدها و هزاران تاجیکایی هست که انجمن دارن مکتب فکری دارن درباره مسعود هر سال برنامه میگیرن اونا نوشته روسی رو نمیفهمن اون چیزایی که تو نشر میکنی در اینستاگرامت اونا نمیفهمن و اونا رو خبر میسازه زندگیت در کل دنیا بالای حرام میسازه و من خودم روبری چشمایت اصلاح میشم در هر کشوری که باشی باز من ببینم که تو چقدر غیرت داری باز من ببینم که تو چقدر مسلمان هستی باز من ببینم که تو چقدر مردانگی داری باز من ببینم که تو چقدر زور داری من ببینم من میبینم باز پیدایت میکنم در هر سوراخی که پنهان شوی در هر جایی که فرار کنی در هر جایی که باشی هر کسی که باشی هر آن چقدر زوری که داشته باشی هر آن چقدر شناختی که داشته باشی هر آن چقدر پولی که داشته باشی تو با یک مردم بسیار متفاوت خود را مقابل کردی ما انسانایی نیستیم که به تو خنده کنیم و تو رو بگویم خیر بانش دیوانه است دیوانه را ما هوشیار میسازیم یا میگذاریمش که دیگه دیوانه تر شود ما دیوانگی تا باز برات درست تشریح میکنیم این حرف ما یادت نره فراموشت نشه